آیا پیروان فرمان شیطان پس از این همه نشانه ها و برنامه های روشن انتظار دارند که خداوند و فرشتگان در سایه هایی از ابرها به سوی آنان بیایند و دلایل تازه‌ای در اختیارشان بگذارند؟ با اینکه چنین چیزی محال است و همه چیز انجام شده و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. از بنی اسرائیل بپرس چه اندازه نشانه های روشن به آنها دادیم؟ و کسی که نعمت خدا را پس از آن که به سراغش آمد تبدیل کند و در مسیر خلاف به کار گیرد، گرفتار عذاب شدید الهی خواهد شد که خداوند سخت کیفر است. زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است. از این رو افراد با ایمان را که گاهی دستشان تهی است مسخره می کنند، در حالی که پرهیزگاران در قیامت بالاتر از آنان هستند و خداوند هر کس را بخواهد بدون حساب روزی می دهد. مردم در آغاز یک دسته بودند. خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد با آنها نازل نمود تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند. افراد با ایمان در آن اختلاف نکردند. تنها گروهی از کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند و نشانه های روشن به آنها رسیده بود به خاطر انحراف از حق و ستمگری در آن اختلاف کردند. خداوند آنهایی را که ایمان آورده بودند به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود به فرمان خودش رهبری نمود و خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند. آیا گمان کردید داخل بهشت می شوید بی آنکه حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟ همانان که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آنها رسید و آنچنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که با او ایمان آورده بودند گفتند پس یاری خدا کی خواهد آمد؟ در این هنگام تقاضای یاری از او کردند و به آنها گفته شد آگاه باشید، یاری خدا نزدیک